حمد به حد ثنای به اعداد بر خدایی که نوری ایمان داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و مادران و پدران خیلی گرامی، از الله بسیار مهربان دعاگو هستم که خداوند هر آرزو، هر یک خواهش و هر یک طلبی که شما دارین خداوند با فضل کرمش حاصل گردانه. الله را دعاگو هستم که الله مهربان همه گذشتگان ما و شما را رحمت و مغفرت کنه. الله را دعاگو هستم که بیماری های ما را شفای کامل نصیب گردانه. الله را دعاگو هستم که به فرزندهای ما را فرزندهای سالم و صالح عطا کنه. الله مهربان دعاگو هستم که قرضدارهای ما را از این حالت بسیار دشوار الله مهربان خلاص گردانه. خداوند دعاگو هستم که زندانی های ما را صحت و سلامت به نزد زن و فرزند و اهل و عیالشان خداوند برساند. الله مهربان دعاگو هستم که هر کسی یک مشکلات دارد، یک درد دارد، یک غم دارد، به کسی گفته نمیتواند، خدایا مشکلات و غم و سختی های اینها را الله مهربان آسان بگردانی. جمعی خواهران و برادران از ما که بیرون از جمهوری هستند، دنبال رزق روزی هاشون هستند، خداوند کاراشون در برار و برکت و کشایش و با صحت و سلامت به خاندانشون الله مهربان برسانی. خدای مهربان دعاگو هستم که در این دیار ما، در این ملک ما که الله مهربان باز هم حمد میگم، تشکر میکنم که بسیار یک حالت امن و آرامی ما را فرا گرفته است. خدایا این را برقرار و بر دوام نگه بداره. الله مهربان باز هم دعاگو هستم که همه آن خواهشاتی که کردیم با فضل کرمت حاصل بگردانی. آمین یا رب العالمین. برادران و خواهران گرامی، خواستم در اطراف خوابی را که پیامبرمان برای اصحابش حکایه کردند که 7 نفری را در خوابشان حضرت دیدن، از حال اونها به اصحاب خود، به نزدیکان خود، به همنشینهای خود حکایه کردن، برای شما گوشزد میکنم و انشاءالله بعد گوش کردن این نفرهایی که اگر به این نفرها از زمره این نفرها اگر باشین، خداتان اصلاح کنین، زیرا که خواب پیامبر برادران عزیز همچنان است که او در بیداری دیده است. یک باب مخصوص هست در صحیح بخاری در زیر حدیث 7047 تعبیر رؤیا بعد از صلات صبح گفتگی یک باب دارد امام بخاری. در همون این خواب پیامبر آورده شده است. برادران و خواهران گرامی، هرگاهی که حضرت نماز بامداد را انجام میداد، بعد او به طرف مردم مسلمان میگشت و میگفت هر که هر خواب دیده است بیان کند. اونها خوابهاشون را میگفتند و پیامبرمان تعبیر میکردند. روز حضرت وقتی که از خواب مردم خواست آگهی پیدا کند،
کسی خواب ندیده بود و حضرت خودشان در بین اصحابش گفتن اکنون گوش کنید، امشب من خواب را دیدم و برای شما این خواب را حکایه میکنم. حضرت گفتند دو نفری نزد من آمدند و مرا گرفتند و به یک سرزمین بردند. اولین ملاقاتی که داشتم، ملاقات من این بود که یک نفری را دیدم که در زمین خوابانده بودند. یعنی یک نفری را در زمین، اون ملائکه های عذاب بودند که او را در زمین خوابانده بودند و نمیگذاشتند که او از جای خوابش بلند شود. یک نفر دیگری را وابسته کرده بودند، در دستش یک سنگ بود و با او سنگ با دو دست می برداشت و در سر این نفری که خوابانده شده بود در سر این می زد. سر این وقتی که گویم به زمین راست می شد، میده می شد، تیکه تیکه می شد، سنگ از جای زدگی کمی میگه جر می شد، پایان می رفت و این نفری که می زد به سر سنگ می رفت تا سنگ را دویم باره آورده باز در سر این نفری خوابیده بزنند. تا زمانی که سنگ می آورد، پیامبر ما گفت نگاه کردم همون سری به زمین راست شده، همون سری که تیکه تیکه شده بود همش با جمع شد، با همون مثل اوله شد. باز این نفر می آمد می زد و باز همون سر تیکه تیکه می شد. همین گویم در بالای این نفر تکرار می شد. برادران و خواهران عزیز، الله رحمت کنه جناب جنونی را می گفت نداری طاقت یک زخم سوزن، نمی ترسی چرا از سوز گلخن. ما طاقت یک زخم سوزن نداریم. یک خار اگر، یک تیزی اگر در پای ما، در دست ما میزند چقدر درد میابیم. تصور کنید که اون نفری که دست او را قپیدن، پای او را قپیدن و با این سنگ وزنین در سر او میزنن، اون چقدر درد بیابه، اون چقدر بگیم مشکلاتی را احساس کنه. پیامبر گرامی این حالت دید. البته پیامبر که رحمت برای عالمیان بود، حضرتی بود که سر به سر پر وجودش رحم کی بود، دلش به این نفر سوخت و پرسید که این نفر کیست. زمانی که حضرت می پرسید، این دو نفری که حضرت با او سرزمین بردن و بگیم از حالت این مردم او را آگاه کردنی شدن، اینا فقط یک گپ میزنن، انطلق، یعنی شتاب کن تا دیگر نفرهایی که مثل این هستن اونها را هم ببینی. لیکن حضرت میرفت دیگر شمیدید، میرفت دیگر شمیدید. اخیراً بعد این دو نفر از حال اینها آگاه کرد. ولی من میخواهم از حال هر کدامش درو شما را خبر تیم و این برای شما بهتر است و این برای شما در گوش کردن باز سبکتر می آید. این نفری که در زمین خوابیده بود و او را می زدن، سری او را تیکه می کردن، با پیامبر خبر دادن که این آدم در دنیا حافظ کل قرآن بود. برای چی خداوند به این پستی، به این ذلت، به این خواری او را برد؟ برای چی؟ برای آنه که این بعد حفظ قرآن دیگر به قرآن روی نآورد، قرآن را دیگر کتاب پوشانید، در یک کنار گذاشت و دنبال مقصد کار و باری خودش شد، به بیهودگویی و به بیهودکاری دیگر سرگردان شد، یا گویم دنبال این دنیای فانی را گرفت و دیگر از این مقام و منزلتی که داشت حافظ کل قرآن دیگر ایرا فراموش کرد. و گفتن به پیامبر که این بعد آنه که قرآن
کنار گذاشت، دیگه به قرآن روی نه آورد و بازم این نمازهاش ده هم به اهمیتی میکرد. نمازهاش هم گاه وقت میخوان گاه وقت نمیخوان. خداوند به سبب این ایرا به این سختی و به این مشکلات به این خاری الله مهربان او را روبرو کرد. حافظای قرآن، قاریای قرآن، گوش اندازین. این حالتی هست که پیامبر به چشم سر دیده است و این حالت به سر انعامون قاریایی که در دنیا قرآن ترک کردین، به قرآن دیگر میل پیدا نکردین، بلکه به کار دیگری دست زدین. حال شما در روز قیامت انا همین است. شما یک چیز باید دانین، حافظای قرآن، قاریای قرآن، که پیامبر گرامی میگو خیرکم من تعلم القرآن، بهترین امتی من کسی است که او به قرآن مشغول است، او قرآن میخواند، او قرآن را حفظ میداند. پیامبر گرامی میگو ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما و یضع به آخرون. با این کتاب خدای مهربان بعضی های شما را درجه و مقام میدهد، بعضی هاتون از پشت این کتاب با خار و ذلیل میشه. بین زمانی که با قرآن بودی، زمانی که حافظ کل قرآن بودی، چقدر احترام داشتی، چقدر عزت داشتی، چقدر نیکی های زیاد به وجود می آوردی. ولی وقتی که از این قرآن دور شدی، الله میگه به خاطر این کتاب من ترا خار و ذلیلت کردم. از این لحاظ برادران یا خواهران گرامی که شما حافظ قرآن باشین، به قدر این مقام و مرتبتان رسین. هیچگاه قرآن از خودتان دور نکنین، زیرا که وقتی که شما به این مقام رسیدین، این یک عطیه خداوندی بود، این یک مهربانی خدا بود. شما دانید که از پشت شما یک حافظ قرآن اگر در خانه باشد، همه ما خاندان در پیش خداوند محترم است. همه اینها را تو در روز قیامت شفاعت میکنی، دستی همه یا را گرفته میتانی. در او خاندان یک نور است، در او خاندان یک برکت است، در او خاندان خیر است. بین وقتی که در او خاندان حافظ کل قرآن هست. ولی وقتی که بین قرآن از قرآن دور شدی، دیگر مقام و مرتبه را به دست خودت پرتافتی. حال تبین در روز قیامت که چی هست. این اولین نفری بود که پیامبرمان در اونجا با او واخورد. بعد از آنی که از پیش این دور شدن، پیامبرمان میگه به نزد نفر بردن که ملائکه ها دست هاشون در لبهای این آدم می انداختن، لب این آدم پاره می کردن. هم طرفی بگیم دو طرف پاره می کردن، هم طرفی بینی می رفتن، هم طرفی چشم می رفتن. خلاص تمامی چهره این آدم پاره می کردن. چقدر اذیت، چقدر خاری، چقدر عذاب. پیامبر گرامی گفتن این نفر کی هست که به یه حالتی با دشوارتر از او مبتلا هست؟ این دو نفری که حضرت با همراهی داشتن گفتن که این آدمی بود که سحر از خانه بیرون میبرامد، تا برگشته آمدنش فقط کار این دروغ گفتن بود. ببینین فقط دروغ گفتن. خواهرها و مادرها و پدرها و برادرای خیلی گرامی، زمانی که شما دروغ میگوین، جزای دروغگوها را ببینین چی هست، چقدر عذاب دارن، چقدر مشکلات دارن. من در حدیث خواندم از پیغمبر گرامی من که میگه وقتی میگه حضرت پرسیدن که بزرگترین گناه چیست؟ گفت شرک به الله. گفتم بعد از این چی؟ گفت پدر و مادر به حرمتی کردن. گفتم بعد از این چی؟ حضرت میگه وقتی که این سخنها را میگفت در حالت تکیه بود، نشست در جای خود. چی گفت؟ گفت الا و قول الزور، الا و قول الزور،
علاوه قول الزور. میگه گشته برگشته دروغ دروغ دروغ. یعنی چقدر دروغ تاکید کردن که از همه گناهی و از ترین در پیش خداوند این دروغ گفتن است. برای همین الله رحمت کند جناب جنونی را. میگو ستون از راستی آمد به مسجد، خشبها از کجی ضرب تبر دید. یعنی هر ستونی را که میبینید در مسجد میگه به خاطر که راست است، بهترین مکان که مسجد است به مسجد میارنش. لیکن هر یک چوبی را که میبینید کجای او را میگه با ضرب تبر میزنن، راست میکنن. دروغ هم خواهرها و برادرای عزیز عاقبت چه بینید که چی احوال است. و دیگر چیزی را دانید که دروغ ریسک انسان کم میکنه. دروغ آب و روی تو را از بین میبرد. دروغ تو را به اعتبار میکند، تو را به اعتنا میکند، تو را دیگر حتی قیمت و منزلت قدر تا از بین همون نفرهایی که داری از همون هم بیرون میکند. برای همین دروغگو دشمن خدا هست. این دویم نفری بود که پیامبر با او واخورد. سوم نفری را که میگه حضرت دیدم رفت و میگه یک تنوری بود، چکدان میگیم و شما یا تنور میگیم. میگه پایان این تنور میگه پایانش میگه خیلی وسیع بود، ولی تا چنده که این تنور بلند میشد تا چنده میگه باریک میشد. رنگ کوزه هایی که پایانشان کشاده و بالاشان باریک، میگه هم خیلی حالت دیدم. و در درون او میگه صداهای میشنیدم، داد و فریادهای میشنیدم، کلمه های را میشنیدم که اونها را مقصد نمیفهمیدم چی میگن، از حساب داد گفتن بسیار. وقتی میگه به این تنور نگاه کردم، مردها و زنهای عریان دیدم. یعنی مردها و زنهایی که لباس نداشتن، یک جایه در داخل این تنور بودن. زمانی که از پایان که میگه شعله بلند میشد، آتش که بلند میشد، حرارت گرمی که بلند میشد، وجود اینها را که میسوزاند، داد و وای میگفتن، با یک زمان آتش گم میشد. اینها با حالت اوله میگشتن، باز همه آتش به بالاشون حمله میکرد. از این دو نفری که بر من شریک بودن پرسیدم اینها کیا هستند؟ گفت اینها در دنیا کسانی بودند که دست به زنا زدند. خواهران و برادران گرامی، این حالت دشوار، این حالت ناگوار، این حالت خاری برای کسانی که در دنیا دست به زنا زدند. الله مهربان در قرآن میگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا تقربوا الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا. الله مهربان میگو به زنا نزدیک نشوید. حالی ببینید ولا تقربوا الزنا، به زنا نزدیک نشوید. حالی نگفت که ولا تزنو، زنا نکنید، نه، حتی نزدیک نشوید به زنا. انه فاحشة و ساء سبیلا. الله مهربان میگه خیلی راهی بده هست، خیلی راهی زیشته هست، خیلی راهی هست که از این بسیار شومی ها و بسیار بیماری ها و بسیار بدبختی های عالم فرا میگیرد. الله رحمت کند شیخ سعدی را میگفت از زن غر دختری صالح نه آید بر وجود، از زن غر به آید چون که استادش غر است. راهی بد بدنش همینه که مادر عزیز وقتی تو دست به زنا میزنی، ببین با زمانی که شوهر داری، حاضر در من همین قدر مراجعت بسیار مردها زنگ میزنند 3 فرزند دارم، 4 فرزند دارم، یا زنم حامله است، دست به زنا زده است،
با یک مرد بیگانه با تلفن صحبت کرده است، با 2-3 مرد مقصد دسترازی کرده است. حاجی بابا چی مصلحت میتی؟ ببین از شما مادرایی که دست به زنا زدین، شیخ سعدی میگه از شما حتی دختری صالحه دیگر نمی آید، بچه صالحه به وجود نمی آید، بلکه از شما مثل خطان با همون فاحشه و با مثل خطان همون حرام و غر به دنیا می آید. الله مهربان در قرآن میگو قد افلح المؤمنون، میدانین کدام مؤمن ها نجات میابند؟ والذین هم لفروجهم حافظون، همون مردها و همون زنهایی که فرجهای خودشانه ببین از زنا کردن نگه داشتن، یعنی در حیات نگذاشتن دست زنی بیگانه را نقپیدن یا دست مردی بیگانه را نقپیدن یا به مقصد زنا در جای وا نخوردن. الله مهربان میگه اینها چیکار کردن؟ اینها مؤمن هایی هستند که نجات یافتند. بسیاری دادرای عزیز، بسیاری خواهرای گرامی، حالی شما شوهر ناکرده، حالی زن ناگرفته وقتی زنا میکنین، شما میدانید که در آینده زندگی هاتون دیگر زندگی های آسوده نمی شود. او زندگی که مردک زنش دوست بداره و یا زنک مردکش دوست بداره، همین محبت بین شما دور می شود. برای آنه که شما پیشتر دست به کار زدین که دیگر وجود شما، خون شما، میل شما فقط به سوی حرامی است. شما دیگر با زن حلالی تان یا با مردک حلالی تان دیگر زندگی خوب کرده نمیتونی. هوش و گوش در مردکایی است که با اونها پیشتر تو همخوابگی میکردی، یا هوش و گوشت به اون زنکایی هست که تو پیشتر با اونها مقصد همخوابگی کردی. دیگر این زن حلالی و مردک حلالی دیگر لذت کیفیت نداره. شاعر میگفت در دل همه شرک و سجده بر خاک چی سود، بر جسم پلید جامعه پاک چی سود. زهر است گونه و توبه تریاک وی است، چون زهر به دل رسید تریاک چی سود. یعنی دلی که پر از شرک باشد، پر از خرافات باشد، پر از هوا و هوس باشد، سجده بر او چی فایده دارد؟ جسمی که اگر همه جسم حرامه، وجودش ناخوبه، لباس پاک در این جسم در کار چیه؟ وقتی که میگه اگر زهرآلود شدی، دارو هم که طبابتت کنن ولی وجودت زهرآلود هست کو. یعنی وقتی که تا اگر زنم گرفتی یا شوهرم کردی ولی تا علکه آلوده شدگی کو، خواهی نخواهی با میلت به سوی هم حرامی میکشد. برای همین من به شما گفتنیم که هیچ وقت دست به این کار نزنین، زیرا دنیا تانم خرابه، در دنیا هم شرمنده این، در آخرت هم حالتون ببین که در پیشگاه الله مهربان چه حالت دارین، چه حالتی ناگواری دارین. همه تان یک جایه، همون مردکا و زنکایی که در دنیا زنا کردین، اون جای دیگر در حالت سوزان، در حالت تفسان، در حالت خاری و ذلیلی دیگر ملاقات میکنین. از این کاری زیشت خیلی دور باشید. دیگر چیزا فراموش نکنین. دیگر چیزا، هر کسی که کدام زنی را میرسی، بدان که حتما کما تدین و تدان است. چی خیلی که کردی، آچه کسی را رسیدی، آچه تا میرسن. خواهر کسی را رسیدی، خواهر تا میرسن. زن کسی را رسیدی، زن تا میرسن. دختر کسی را رسیدی، دختر تا میرسن. برای همین البته جزا من جنس العمل است. میگه چیزی کردی باید او را حتما ببینی. 3 نفری که پیامبر ما با اونها واخورد انامین ها بودن. 4 نفری را که پیامبر ما میگه مرا بردن پا پیش اونها کی بود؟ میگه در خون، میگه مردی را دیدم شنا میکرد، در درون خون شنا میکرد.
در خون شنا میکرد، در آب نه، در یک حوض خون شنا میکرد. مانده میشید، خسته میشید، میخواست که کنار دریا بیاید. وقتی که کنار دریا میامد میگه یک نفر دیگه با سنگ میزدش. گرسنه بود میگه دهنش وقتی میکشد در دهنش سنگ میانداخت. گویم در درون همون خون شنا میکرد. پرسیدم این چهارم نفره، پرسیدم این کی هست که به یه حالتی بگیم ناگوار روبرو است؟ گفتین در دنیا مردم پول با پرسنت میداد. یعنی وقتی پیش میرفتی میگفتی برادر ضرورت دارم، خیلی قرض حسنم بده، انشاءالله پیش خداوند پاداش میگیری، اجر میگیری. این میگفت نه، میگفت من تو را مقصد میتم پولو ولی با پرسنت میتم. یعنی $1000 میتم، 10% $100 میشه، $100 آورده در دست من میتی. برادرها و خواهرای گرامی، وقتی شما با برادر مسلمان اختون رحم نداره، او بیچاره $100 یا $200 آدم میگه قرض میکنه، از کجا میابه؟ شما این حق ندارین. ریبا خوردن، پرسنت خوردن این حرام ای نگاه دین. در بعضی روایت ها آمده است که یک نفر اگر با 36 زن زنا کند برابر نمی شود در گناه با کسی که اگر یک سامانی فایز میگیره، پرسنت میگیره. گناهی این در برابر شده نمیتونه. زیرا یک بیرحمی ای، یک بی انصافی ای که این بیچاره ضرورت داره و تو به مثال در بالای غمی همین مشکلات همین یک غم یا مشکلات دیگر را با شریک میکنی. برای همین در آیت قرآن آمده است که کسی که در دنیا برادر مسلمانش با پرسنت اگر قرض میتید، خودش به جنگ من آماده کند. یعنی با الله جنگ کردن است. و حال شبین در روز قیامت که در درون خونی نامعلوم که خونی همون ریباخورا و پرسنت خورا باشد که در اونجا جمع شده است و اینا در درون خون یکدیگر آبازی میکنن، شنا میکنن. آبی مینوشیدگیشان خونی همون نفرای هستن که در دنیا خونی مردم هم میخوردن. بین چقدر خاریه برای شما. اگر دادنی نیستی نته، تماما بگذار ملال شود و به فایز نته. زیرا حال ترا بین در قیامت چی است؟ پنجم نفری را که پیامبر مواخورد میگد دیدم در یک باغ یک مرد، میگد خیلی مرد زیشت هیکلی، میگد در کنار آتش بود، میگد یعنی در یک کنار، میگد نگاه کردم یک مرد که بسیار زیشت هیکل بود، بسیار بد بود، بسیار بیزیب بود و بسیار قامت بلند داشت و خیلی گویم که همین قوقا انداختگی و بسیار به هیبت بود. وقتی پرسیدم این کی است، گفتن که این گفتن مالک دوزخ است. یعنی رهبری دوزخ در دست همین است. گفتن همین است که مردم عذاب میتید، همین است که به مردم دیگر در دوزخ رحم ندارد. ششم در باغ میگه مرد زیبای قامت بلندی را دیدم و همه کودکان میگه در گرد همون جمع شده بود، حتی کودکایی که از مشرکا بود. میگه وقتی پرسیدم این کی است، گفتن که این حضرت ابراهیم است. خیلی مرد قامت بلند زیبای، در گردش همه کودکایی که در کودکی از دنیا گذشتن در گرد این حضرت جمع شده بودن، خواه از مردم مسلمان خواه غیر مسلمان. پرسیدم گفتن این جناب ابراهیم است. هفتم نفری را که حضرت میگه دیدم نیمی بدنشان نیک، نیمی بدنشان زیشت. ببین نیمی بدنشان بسیار
بد بود، نیمی بدنهاشون زیبا بود و نیمی بدنهاشون بسیار بد می نمود. پرسیدم که اینها کیا هستند؟ گفت اینا در دنیا کسانی بودن که گاه کاری نیکی میکردن، گاه کاری بد میکردن. خداوند نصف بدنشون به خوبی و نصف بدنشون به بدی مبدل کرده بود. این بود برادران و خواهران خیلی گرامی خواب 7 نفری را که پیامبرمون مقصد در شب خوابش دیده بود. از این لحاظ به همه شما گفتنی هم که آنچه فهمیدین، آنچه گوش کردین، حرکت کنین که از زمره این نفرها نباشین تا شما دنیا و آخرتون همه باطل و همه گویم از بین رفته است. الله عاقبت همه مون بخیر، ایمانهای همه ما و شما را با سلامت نگه دارد. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.